مسئولان در قماندانی امنیه هرات میگویند که در نتیجه عملیات‌های دوامدار امنیتی و همکاری مردم طی 2 ماه گذشته 397 تن به اتهام جرایم مختلف در نقاط مختلف این شهر بازداشت شده اند. نیروهای امنیتی ما طی 2 ماه گذشته به اجرای چندین عملیات کشفی و هدفمند موفق به دستگیری 397 تن در پیوند به جرایم مختلف از قبیل قتل، سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌های وسایل نقلیه، سرقت زیورآلات، حمل و نقل سلاح غیر قانونی و دیگر جرایم جنایی در ولایت هرات شده اند که از جمله 8 تن از قاتلین نیز در میانشان می باشد. شیخ نقیب الله عزیزی قماندان امنیه هرات میگوید که تامین امنیت جان و مال شهروندان از اولویت‌های اصلی این نهاد است و نیروهای امنیتی به طور شبانه روزی بر اجرای این مسئولیت نظارت دارند. شیخ عزیزی همچنان از شهروندان میخواهد که با نیروهای امنیتی همکاری گسترده داشته باشند تا روند تامین امنیت و جلوگیری از جرایم به شکل مؤثر ادامه یابد. پرسنل کماندانی امنیه این ولایت از تمام شهروندان خواستار همکاری با این نیروها بوده و با گونه 24 ساعته در تلاش هستیم تا تأمین امن و نظم عامه را با گونه درست اجرا نماییم. با این حال شهروندان هرات نیز از بازداشت باندهای جرمی استقبال کرده و میگویند که افزایش عملیات‌های امنیتی سبب کاهش جرایم و افزایش اطمینان مردم شده است. و به ما تحویل دادن. تشکر خاصی دارم از امارات اسلامی و حکومت امارات اسلامی و همچنان حوزه پنجم. کمی موتر ما سرقت شده بود از 64 متره تقریبا 10 روز پیش. خوشبختانه که امروز به دست ما تسلیم بشه. از همگی شما تشکر میکنم. خیلی خوشحالم. مسئولان امنیتی همچنان تاکید میکنند که دوسیه‌های متهمان پس از تکمیل تحقیقات به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.